آقا، می توانم خدمتی برای شما انجام دهم بیان که مزاحمتی فراهم کنم؟ می ترسم شما ندانید چگونه مقصد خود را به گوریل محترمی که بر مقدمات این دستگاه حکم می راند بفهمانید. آخر او جز به زبان هلندی سخن نمی گوید. در صورتی که مرا به وکالت خیش اختیار نکنید، او به حدس در نمی یابد که شما ژنیور می خواهید. آها، درست شد. جرأت می کنم این امید را به دل راه دهم که منظورم را فهمیده باشد. این جنباندن سر چنین معنی می دهد که به براهین من تسلیم شده است. در واقع دست به کار هم شد. او با کندی عاقلانه‌ای شتاب می کند. وقت بلندی دارید که غرغر نکرد. وقتی نخواهد خدمت کند، غرشی برایش کافی است. هیچ کس اصرار نمی ورزد. سلطان خلق و خوی خویش بودن امتیاز حیوانات بزرگ است. ولی آقا، من دیگر می روم و خوشبختم که برای شما خدمتی انجام دادم. تشکر می کنم و اگر اطمینان داشتم که مزاحم نشدم، دعوت شما را می پذیرفتم. لطف و محبت می فرمایید. بنابراین لیوانم را در کنار لیوان شما می گذارم. حق با شماست. خاموشی او گوش را کر می کند. سکوت جنگل‌های وحشی است که از هیاهوی درندگان پربار است. گاه از سماجتی که دوست کم حرف ما در بی‌اعتنایی به زبان‌های متمدن به کار می‌برد تعجب می‌کنم. حرفه او این است که ملوان‌هایی از همه ملیت‌ها را در میخانه آمستردام که تازه معلوم هم نیست برای چه آن را مکزیکو سیتی نامیده است بپذیرد. فکر نمی‌کنید که با چنین وظایفی شخص ممکن است نگران آن باشد که نادانیش ناراحتی به بار آورد؟ مجسم کنید انسان کرومانیون در برج بابل مشتری شبانه روزی شود. لااقل در آنجا از درد غربت که رنج خواهد برد. ولی این یکی غربتش را حس نمی کند. او به راه خود می رود. هیچ چیز در او تزلزلی ایجاد نمی کند. یکی از جمله های معدودی که از دهانش شنیدم اعلام می داشت که همین است که هست. می خواهی بخواه، نمی خواهی نخواه. چه چیز را باید خواست یا نخواست؟ بیگمان خود دوست ما را. خدمتتان اعتراف می کنم که من مجذوب این موجودات رک و زمختم. وقتی شخصی به حکم حرفه یا استعداد ذاتی درباره آدمی تأمل بسیار کرده باشد، هنگامی می رسد که برای انسان‌های نخستین احساس دلتنگی کند. لااقل آنها افکار پنهانی در سر ندارند. راستش را بخواهیم، میزبان ما از این افکار چند تایی دارد، گرچه آنها را به طرزی مبهم میپروراند. از بس آنچه را در حضورش گفتند نفهمیده طبیعتی بدبین یافته است. از آنجاست که این هیمنه عبوست که گویی لااقل بو برده است که آدم‌ها یک جا کارشان عیب دارد. این حالت روحی مباحثاتی را که در خصوص حرفه او نباشد مشکل تر می سازد. برای نمونه بالای سرش بر دیوار مقابل این شکل مستطیل را ببینید. جای خالی تابلویی است که از دیوار برداشتند. آخر اینجا تابلویی وجود داشت. آن هم فوق‌العاده جالب. یک شاهکار واقعی. بسیار خوب. وقتی صاحب اینجا آن را به دست آورد و وقتی آن را واگذار کرد من حاضر بودم. در هر دو بار با همان بدگمانی و بعد از هفته‌ها تردید و تأمل. در این مورد باید اقرار کرد که اجتماع صداقت بی‌پیرایه طبیعت او را اندکی مخدوش کرده است. خوب توجه کنید که من او را محاکمه نمی کنم. من به بدگمانی موجه او احترام می گذارم و اگر همانطور که می بینید طبیعت معاشرتی من با آن مباینتی نداشت، با کمال میل در بدبینی او سهیم می شدم. افسوس، من پرحرفم و به سهولت با دیگران طرح دوستی می ریزم. گرچه فاصله ای را که مقتضی است می دانم چگونه حفظ کنم، هر فرصتی را هم مغتنم می شمارم. وقتی که در فرانسه زندگی می کردم، امکان نداشت که با مردی خوش‌ذوق برخورد کرده و از همان دم با او هم صحبت نشده باشم. آه،
میبینم که شما بر این فعل ماضی التزامی اخم میکنید. من به علاقه‌ام در استعمال این صیغه و به طور کلی در شیوایی کلام معترفم. علاقه‌ای که باور کنید خودم را از داشتن آن سرزنش میکنم. من میدانم که علاقه به داشتن زیرجامه لطیف حتما مستلزم به داشتن پای کثیف نیست. گرچه زیبایی کلام همچون کتان ابریشمی غالباً پوششی است بر زرد زخم. من برای دلگرمی به خود میگویم که به هر حال کسانی هم که تند و جویده حرف میزنند بی غل و غش نیستند. باری ژنیور دیگری بنوشیم. آیا مدتی طولانی در آمستردام توقف میکنید؟ شهر زیبایی است، مگر نه؟ جاذب است؟ این هم صفتی که من مدت هاست نشنیدم. درست از وقتی که پاریس را ترک کردم سالها از آن میگذرد، اما دل هم برای خود حافظه‌ای دارد و من از پایتخت زیبایمان و از سواحل رودخانه‌اش هیچ چیز را فراموش نکردم. پاریس حقیقتاً به دورنمای واقعیت میماند، به دکور باشکوهی که 4 میلیون شبح در آن ساکن شده باشند. نزدیک به 5 میلیون در آخرین سرشماری؟ خب پس بچه پس انداختند. از این موضوع تعجب نمی کنم. همیشه اینطور به نظر رسیده است که هموطنان ما به 2 چیز ولع دارند. یکی افکار و عقاید و دیگری زنا. و اگر بتوان گفت از هر جا که باشد. البته بهتر است که از محکوم کردن آنان خودداری کنیم. تنها آنان نیستند، همه اروپا در این وضع قرار گرفته است. من گاه به اندیشه آنچه مورخان درباره ما خواهند گفت فرو می‌روم. در مورد انسان امروزی یک جمله برای آنها کافی است. او زنا می‌کرده و روزنامه می‌خوانده است. بعد از این تعریف گویا اگر جسارت نشود چیزی برای گفتن نمی‌ماند. هلندی‌ها نه، آنها خیلی کمتر متجدد و امروزی‌اند. آنها فرصت دارند نگاهشان کنید. چه می‌کنند؟ این آقایان از دسترنج آن خانم‌ها روزگار می‌گذرانند. به علاوه اینها اعم از نر و ماده موجوداتی کاملاً کاسبکارند که طبق معمول بر اثر خیال بافی یا حماقت به اینجا آمدند، یا به عبارت دیگر بر اثر شدت یا قلت نیروی تصور. گاه به گاه این آقایان برای هم چاقو و تپانچه می‌کشند، اما تصور نکنید که به این کار علاقه‌ای دارند. نقش آنها ایجاب می‌کند، فقط همین. و هنگامی که آخرین فشنگ‌هایشان را در کنند از ترس می‌میرند. با این همه به نظر من آنها بیش از دیگران، بیش از کسانی که خانوادهشان را زجرکش می‌کنند پابند اخلاقند. مگر توجه نکرده اید که جامعه ما برای این گونه تصفیه سازمان یافته است؟ حتما شما درباره آن ماهی‌های بسیار ریز رودخانه‌های برزیل چیزی شنیده اید که هزاران هزار با هم به شناگر بی احتیاط حمله می‌برند و با لقمه‌های سریع و کوچک در چند لحظه او را تمیز می‌کنند و جز استخوان‌بندی پاک و بیلکی بر جای نمی‌گذارند. بسیار خوب، سازمان آنها هم همین است. زندگی پاکیزه‌ای می‌خواهید مثل همه مردم؟ طبعاً میگویید بله. چطور میتوان گفت نه؟ بسیار خوب، حالا شما را تمیز میکنند. بفرمایید. این یک شغل و این هم یک خانواده و این هم فراغت‌های سازمان یافته و دندان‌های کوچک تا به استخوان فرو میروند. اما من بی‌انصافم. این سازمان آنها نیست، بلکه سازمان خود ماست. یالا ببینم کی زودتر اون یکی رو تمیز میکنه. بالاخره برای ما ژنیو آوردند. برای موفقیت شما بنوشیم. بله، گوریل دهانش را باز کرد تا مرا دکتر بنامد. در این ولایات همه مردم دکتر یا پروفسورند. آنها از روی خوشجنسی و تواضع دوست دارند احترام بگذارند. لااقل نزد آنها بدجنسی یک نهاد ملی نیست. به هر حال من پزشک نیستم. اگر بخواهید بدانید چیستم، من قبل از آمدن به اینجا وکیل دعاوی بودم. حالا قاضی تائبم. ولی اجازه بدهید خودم را معرفی کنم. ژان باتیست کولمانس، خدمتگزار شما. از آشنایی با شما خوشوقتم. حتما شما در کار معاملات هستید. تقریباً؟ جواب بی‌نظیری است. صحیح هم هست. ما در هر چیزی فقط تقریباً هستیم.
خب حالا اجازه بدهید نقش کاراگاه را بازی کنم. شما تقریبا همسن منید، با نگاه دنیا دیده 40 سالگانی که تقریبا همه چیز را تجربه کردند. شما تقریبا خوب لباس پوشیده اید، یعنی همانطور که در مملکت ما می پوشند، و دستهای نرم و لطیفی دارید. پس تقریبا یک سرمایه دارید، اما سرمایه داری با ذوق و ظریف. تحاشی از صیغه ماضی التزامی از دو جهت بر دانش شما دلالت می کند. یکی آن که آن را تشخیص می دهید و دیگر آن که من شما را سرگرم می کنم و این بدون قصد خودستایی تا حدی حاکی از وسعت اندیشه شماست. بنابراین شما تقریباً، اما چه اهمیتی دارد؟ مشاغل کمتر از مسالک توجه مرا برمی‌انگیزند. اجازه بدهید از شما 2 سوال بکنم و اگر به نظرتان فضولی نباشد پاسخ آنها را بدهید. آیا شما صاحب اموالی هستید؟ چند تایی؟ خب آیا آنها را با فقرا تقسیم کرده اید؟ خیر، پس شما همانید که من صدوقی می نامم. اگر به کتاب مقدس عمل نکرده اید تصدیق می کنم که چیزی دستگیرتان نخواهد شد. دستگیرتان شد؟ پس شما با کتاب مقدس آشنایید؟ حتم بدارید که شما نظر مرا به خود جلب کرده اید. راجع به خودم، خب خودتان قضاوت کنید. از نظر قد و شانه ها و این چهره‌ای که اغلب به من گفتند وحشی است، بیشتر قیافه یک بازیکن رگبی را دارم. مگر نه؟ اما اگر از جهت طرز بیان سنجیده شود، باید در حق من به اندکی ذوق و ظرافت طبع رضا داد. شتری که پشم پالتوی مرا تهیه دیده حتما به بیماری گری مبتلا بوده است، اما در عوض ناخن‌هایم را لاک زده‌ام. من هم مثل شما دنیا دیده و کار آزموده‌ام و با وجود این فقط از روی قیاف و بدون رعایت احتیاط به شما اعتماد می‌کنم. حرف آخر این که علیرغم رفتار پسندیده و زیبایی کلامم، مشتری دائمی میخانه‌های ملوانان در زدیک هستم. خب دیگر دنبال نکنید. حرفه من همچون مخلوق خدا دوگانه است. همین. پیشتر به شما گفتم که من قاضی تائب هستم. در وضع من فقط یک چیز ساده است. من مالک هیچ چیز نیستم. بله، من ثروتمند بودم. خیر، هیچ چیز را با دیگران تقسیم نکردم. این چه چیز را ثابت می کند؟ که من هم یک صدوقی بودم. صدای سود کشتی‌های بندر را می شنوید؟